روزی به خانه روباه حیوان‌های گوناگون و مهمانی آمدند. گرگ آمد و خرس، شغال آمد و ببر، خلاصه همه آن جانورانی که او را می شناختند. روباه کلچه های روغنین پخت، دسترخوان گشاد و مهمانان را به سر دسترخوان دعوت کرد. مهمانان در سر یک پیاله چای از این و از آن سخن می گفتند و وقتی که گپ درباره آدم رفت همه جانوران از او ناراضگی کردند. همین وقت خبری آمدن شاهی حیوانات شیر رسید و همه جانوران زود خسته به پیشواز او برآمدند. درباره کی گپ می زدید؟ گفت شیر به سر دسترخوان نشسته. ما درباره آدم گپ می زدیم، گفت روباه. از دست او روز ندارم. من بیچاره نمیموند که به مرغخانه نزدیک شوم. دایم مرا سور می کند. دایم شکمم از دست او گرسنه. احوال من هم همین، گفت خرسی کچپا. از همه بد احوال من. او مرا سخت بد می بیند. همین که پیدا شدم سگ‌هایش را به من کشکش می دهد. از دست او روز ندارم، گفت گرگ. نخود او همین خیل زور باشد که شما حیوانها از او می ترسیده؟ من او را یگان بار ندیدم، به من او را نشان می دهید. روباه راضی شد که آدم را به شیر نشان دهد. آنها گپ زنان کردند و به جستجوی آدم برآمدند. رفتند در کنار جنگل از پیششان راهی برآمد. روباه گفت همینجا می ایستیم تقصیرم. او باید از اینجا گذرد. آنها کمی منتظر شده نشستند و از راه خری پیدا شد. ای روباه، همین گوشت راز آدم است؟ او را به نزد ما جیغ زن، گفت شیر. روباه خر را به نزد شیر دعوت کرد و من خر، خدمتگار آدم، من بار آدم را می کشم، گفت خر. بیهوده جانوران شکایت نمی کنند، گفت شیر. ببین او چه خیل بیرحمانه بار زیادی را به پشت تو بار کرده است. این حالا هیچ گپ نیه، گفت خر. او گاها به بالای این بار خودش هم به من سوار می شود. شیر حیران شد. این آدمش چی خیل مخلوق بود است که همین جانوری کران، همین خری کلان مجبور است که با او خدمت کند. خر رفت و از کجای اسبی بادپای پیدا شد. ای روباه، همین آدم است؟ پرسید شیر. نه شوهم، این اسب است. اسب هم خدمتی آدم را می کند. تو خیلی چقان هستی، گفت شیر به اسب. چرا گریخته از آدم خلاص نمی شوی؟ خدمت او را کرده می گردی؟ او مرا می شوید، تازه می کند، می خوراند و در عوض این من هم خدمت او را می کنم، گفت اسب.
شیر باز هم سخت‌تر حیران شد. اسب رفت و چشم شیر به شتری افتاد که آرامانه در کنار علفزار علف می‌خورد. گوش کن روباه، شاید همین آدم باشد، گفت شیر. ببین چه خیلی کلان و باوقار و بدهیبت. نه، این شتر، این هم خدمتگاری آدم، مثل اسب و خر با آدم خدمت میکند. گوش کن، چه خیلی تو با این جثه بزرگ آدم را گوش میکنی و با او خدمت میکنی؟ پرسید شیر از شتر. همین خیل. آدم 40 نفر مثل ما را، 40 شتر را با یک ریسمان به هم میبندد و بار بار میکند و لجامش را به دست پسرش میدهد. ما شترها آرامانه از پس او بار را به منزل میبریم. شیر فکر کرد. اگر بچه آدم 40 شتر را کار فرماید، پس خودی آدم چگونه باشد؟ شیر در همین فکر بود که در همین وقت در راه یک آدمی عادی پیدا شد. روباه چرخیز گرفته گریختنی شد. ای با کجا؟ ایست، حیران شد شیر. انا همین است آدم. روباه از دور آواز بلند کرد. ای آدم، شاه حیوانات با تو سخن کردن میخواهد. آدم نزدیک آمد و گفت سلام، من دوریدگر با تبر کار میکنم. حالا میروم تا برای اسبم خانه سازم. نباشد بیچاره با تایچش زیر برف و باران میماند. کجا روانه‌ای؟ کجا میروانه‌ای آدم؟ شیر غرید. من شیر، شاه حیوانات. من از تو نمیترسم، خدمتت را هم نمی کنم. من نمی خواهم که تو با اسب خانه سازی. اول برای من خانه می سازی. میلش، گفت آدم و آنها به درونتری جنگل در آمدند. آدم درختی بزرگی را برید، اره و رندش را به کار انداخته از چوب صندوق کلانی ساخت. کنی شیر، به خانه‌ات درآ، بینیم که میغنجی یا نه، گفت آدم. شیر به صندوق در آمد. دومت را گیر، بینم که نغز جایگیر شدی، گفت آدم و همین که شیر دومش را غنداشت در حال دهان صندوق را پوشید و میخ زد. ای آدم، در خانه‌ام را کشا، نباشد برآمده پارت میکنم. غرید شیر. مرد خندید. خانه خودت، در را کشای و برا. شیر زور زد، اما خانه ساخته آدم مستحکم بود. شیر فهمید که این مرد او را فریب داده است. از الم نعره کشید که زمین و زمان لرزید. آواز نعره شیر را جانوران هم فهمیدند و دانستند که شیر به چنگ آدم افتاده است و بار دیگر در دلشان به داناترین
تواناترین مخلوق خدا بودن آدم باور کردند.